سلام و درود خدمت شما خوبان، انشالله که جور و صحتمند باشین. دوستان ناظرین، شما هم اگر نصب نمودن آفیس را در کامپیوتر خود بلد نیستید، پس تا آخری ویدیو همراه ما باشید. دوستان عزیز، شما را دوباره خوش آمدید میگیم. ما در این قسمت آفیس را استپ گرفتیم و میخوایم را باز بکنیم. وقتی باز کردید در این قسمت رن از ادمنستریتور میکنیم. در این قسمت همینجا است و در این قسمت است ما انتخاب میکنیم که آفیس چند نصب کنیم. ما از قسمت آفیس 2019 میگیم. خب بسیار خوب، از در این قسمت اینستال آفیس میزنیم. منتظر میمونیم تا این پروسه خود را تکمیل کنند دوستان. خب دوستان نهایت عزیز، پروسه را تکمیل کرد و از قسمت ما کامل میکنیم. میرم میبینیم که آفیس ما نصب شد یا خیر. بله دوستان، در این قسمت آفیس ما نصب شده. میتونیم ورد، اکسل، اکسس، هر برنامه که مربوط به آفیس است را باز بکنیم. بله دوستان عزیز،